خوش اومدین به ویدیو جدید به کانال من. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، چه شب باشه چه روز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه بچه‌ها. خیلی ممنونم بابت حمایت‌های قشنگتون. باید تشکر کنم تو هر ویدیو واقعا انرژی میدین به من با کامنت‌های قشنگتون و خیلی ممنونم. کسایی هم که جدید هستین دوستان حتما سابسکرایب کنین کانال من رو، لایک کنین ویدیو رو و نظرتون رو در کامنت برای من نوشته کنین. خب دوستان امروز می‌خوایم ریاکشن بریم به موزیک حمید صفت به اسم الو خدا و ببینیم که موزیکش چی رقم است و چه گپایی گفته در موزیکش و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد دوستان حتما لایک کنین ویدیو رو، سابسکرایب کنین و نظرتون رو در کامنت نوشته کنین که آیا موزیک حمید صفت شما گوش میکنین نمیکنین، چه آهنگاش خوش دارین و نظرتون کلی در مورد حمید صفت چی هست. خب دوستان بریم با هم دیگه آهنگ گوش کنیم و لذت ببریم و تشکر که تا آخر ویدیو با من هستین. Let's go. وای دوستان، خب در مورد حمید صفت بگیم. اول بیتش خیلی قشنگ بود، صدایی که بک‌گراند است و همینطور آهنگای حمید صفت هم آهنگی که فکر کنم قبل از زندان رفتن بود آهنگ خوانده بود که همین شب میزنم ریشم و اون زیاد گوش میکردیم و چند تا آهنگ دیگه زیاد گوش کرده بودم و خیلی جالبه. اسم آهنگش از الو خدا و ببینیم که چی میخوانم. رو بیت سفید و مثل همیشه هم رو بیت سفید. اگه که من بدم، اگه که خدا زدم، اگه تو میری بهش این باشه سرنوشت. تو خوب و ما بد و زشک حق و رفیقت اینجوری نوشته. من شدم پا به عشقت که فقط واسه رفتم به بهشته. اگه ما بدا مثل شما خواستیم خوب باشیم نشد بشه، نشد ما تر و تمیز و گل و محجوب باشیم نشد بشه. وای دوستان خیلی قشنگه، خیلی اصلا بیتش خیلی خوب است، تکستش هم خوبه، بد نیست. در مورد کسایی که میگه ما بد هستیم و شما خوب هستین، نه رقم شما تر و تازه هستین، پاک هستین، ما هر کاری میکنیم مثل شما بشین ولی نمیشه که بشه. چه انتظاری از یه آدم مکومه که خواست خوب باشه نشد بشه. زدن سرشو کردن وصله ناجور تنش نشد. یه چیز دیگه هم بگم، حمید صفت یه ذره مدل لشی میخوانه مثل آمریکایی‌ها و همینطور از استایلش که همیشه معلوم است، گردنبندایی که میندازه و چیزایی که تریبایی در موزیک ویدیوهایی که بک پوشیده، لباسای بک پوشیده بود در موزیک ویدیوهاش و خوب است، لش میخوانه. ببین این خدا تو رفیق مام بوده، بپرس ازش حالا که باد جوره. بگو همون دیوونه و مشنونه، بگو همون که هر کاری که خودشو آب کشید وایسا جلوت گفت ممنونه. بگو حمیدو حلال کنه اون شب خیلی مسئوله. بگو میشناسه، بگو بیای میام پیش واسه نشونیم هم خواست. بگو خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. دوستان داره به دوست مثلا به دوستش میگه که خدا با تو نزدیکتره، این طرفا رو از طرف خدا بزن، بگو که حمید این رقم بود، این رقم بود. بگو ته جهنم خونه دل واسه. ببین من خودم ته لاته، تو دوزیم امراته، میگن نکن بده ولی وقت فرارم دست باته. شاید به شک کردم ولی اون کورسوی امید ته دل یه الواته. ببین من خودم خیلی وقت لاته، خیلی وقت لاته. واو دوستان خیلی قشنگه این قسمتش که بک‌گراند صدای واو داره، بسیار جالب است، خیلی قشنگه. اصلا آدم انگار بغضش میگیره این آهنگا رو گوش کنه. خیلی جالب بود، معنی خیلی جالبی داره آهنگش و نمیفهم چرا الان یه دفعه اومد غمگین خوانه حمید صفت. فکر میکنه خدا خوبه مال آدم خوبه ولی ما بلا بیشتر زد و من داره، اصلا بخشش واسه همینه. میگه فکر میکنی که خدا فقط واسه آدم خوبه، خیر واسه ما آدم بدام هست، ما هم خدایی داریم. الو خدا، الو خدا، الو کجای شما؟
الو ببینم چرا آنتن نمیده زنگ نمیزنی به ما الو چه باله میگه الو خدا کجای شما چرا زنگ میزنیم آنتن نمیده. خیلی جالب. الو خدا منم یه بنده خدا الو خیلی وقتم پشت خطم اما خطات قطعن الو خدا بگیم الو تلیسی چرا خیلی زنگ زدیم بگیم کارمون گیره دادی لا کار فرشته ها نرو تو رو مولا ما رو گذاشتی با یه سری حافظ دین تو مرفونی ولی این رفیقای گیره دستن ندارن رمی به ما خیلی جالب گفت میگه الو خدا چرا منم یه بنده خدا کارمون گیر است به تو و تو فرشتهاتو میفرستی و کسایی که حافظ دین هستن اینجوری بگم که راهنمایی میکنن ولی اینا اصلا کار ما رو انجام نمیدن و خیلی مشکلات دیگر. میگه خیلی قشنگ اصلا آدم بغضش میگیره یعنی موزیکا رو گوش میکنه آدم اصلا بغضش میگیره. چرا نمیفهم رپ فارسی الان یه جوری شده کلا هر موزیکی رو آدم گوش میکنه کلا خیلی تاثیر میذاره رو آدم. واقعا خیلی سخت شده شرایط زندگی خیلی واقعا که این همه درد این همه مشکلات هست که این خواننده بیان میکنن. الو کجایی شما الو ببینم چرا آنتن نمیده زنگ میزنه به ما الو خدا منم یه بنده خدا الو خیلی وقتم پشت خطم اما خطات قطعن الو خدا الو خوبی شما الو خیلی وقت منتظر رحمتی پس چرا نمیاد الو خدا الو خدا بابا بردارین لامصبو وای اینقدر داره میگه بردارین لامصبو که من حرفای دلمو بگم که چی چیزی تو دلم دارم بگم من این همه درد این همه مشکلاتمو بگم. واقعا سخته دوستان این همه میگه رحمتی بکن میگه پس کجاست این رحمته چرا جواب نمیدی این همه مشکلات سختی رو داری امتحان میکنی ما رو حداقل جوابی هم بیتش خیلی قشنگه پایینش که مثلا داره اون تبله میزنه انگار مثلا مثل آهنگای بندری است که میزنن خیلی قشنگ شده این بیتش رو خیلی جالب درست کرده اون کسی که مثلا بیت زنش هست که سفیده فکر کنم میگه رو بیت سفید خیلی جالب درست کرده اون صدا بک‌گراند طرف مردم که داره آواز میخونه و صداش داره بلند میشه خیلی جالب شده و تموم شد. خیلی جالب بود دوستان خیلی قشنگ بود اصلا ایده جالب از این نظر بگی ایده جالبی بود که اسم آهنگش هم الو خداست اصلا قشنگ بشینی با خدا در دل کنی این هم حرفا رو بزنی خیلی جالبه نه که مثلا میتونی به عنوان مثلا میتونستی موزیک ویدیو درست کنی همین صفت خیلی جالب میشد و خیلی آهنگ جالب بود خیلی خوشم اومد بیتش خیلی جالب بود مثل اون تبله و اون بک صدای بک راندی که پشت سر موزیک بود خیلی جالب بود واقعا خوشم اومد. همینجور طریقه لشخونه همین صفت خیلی دوست دارم خیلی قشنگ جالب لش میخونه و خیلی جالب بود. حتما شما نظرتون تو کامنت بنویسین که آیا آهنگای همین صفت رو گوش میکنین نمیکنین و نظرتون در مورد این آهنگش چی بود و دوست دارین چه آهنگای دیگه از همین صفت برم یا در کل رپ فارسی رپرهای دیگر رو حتما اسم اون خواننده رو تو کامنت برام بنویسین و بگین که چه آهنگش رو ریاکشن برم و با هم دیگه گوش کنیم و نظر بدیم و خیلی ممنونم دوستان تا اینجا با من بودین خیلی ممنون مرسی که این آهنگا رو گوش کردین از طرف من و ممنون میشم در مورد ریاکشن خودم هم نظر بدین خیلی انرژی میده به من و اینجا جا داره بگیم که از هم سفرم آهنگاش خیلی جالب است طرفدارش هستم و خیلی آهنگ خوبی بود.
پس حتما کامنت کنید، کسایی که جدید هستن سابسکرایب کنید و نظرتون در کامنت نوشته کنید. لایک یادتون نره دوستان، حتما ویدیو رو لایک کنید که با هم دیگه پیشرفت کنیم و آینده بهتری داشته باشیم و زنده باد انسانیت. و من رو در اینستاگرام فالو کنید دوستان اگه دوست داشتین و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتان خوش. پیس. الو خدا منم یه بنده خدا، الو خیلی وقتم پشت خطم اما خطات قطعن. الو خدا بگی منو تلیسی چرا